السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علیکم السلام با عرض سلام سلامت موحدان خسته نباشید و ای ملت تاجیکستان خسته نباشید. من محمد صالح هستم از تاجیکستان و حافظ قرآن هستم الحمدلله. با طول 2 سال میشه که الحمدلله شبکه شما را تماشا میکنم الحمدلله با فضل خداوند کریم. و از آقای انصاری خواستم یک تشکر بسیار و منتداری خود را عرض کنم که الحمدلله که برای ملت عزیز تاجیکستان، برای ملت تاجیک چقدر غمخواری ها را الحمدلله غمخواری میکند. و الحمدلله من خواستم برای ملت ایران و موحدان ایران و افغانستان گفتنی هستم که ای ملت عزیز ایران، ای ملت عزیزی که خدا قسم به نام خدا که عمر ابن خطاب تکه شد برای ایران، به خدا قسم هر که به مادر من اهانت میکند و به جان من، به خدا قسم جان من تکه می شود. هر که بر خلفای راشدین اهانت میکند من فکر میکنم که بر من اینها اهانت کرده است. و به خدا قسم ای ملت ایران از خوابت برخیزید، از خوابتان برخیزید. به خدا قسم بیایید قرآن و سنت رو در خود چیکار کنیم، پایبند سنت و قرآن باشیم انشاءالله. و خداوند متعال امیدوار هستیم که ملت عزیز ایران انشاءالله از خوابشان برمیخیزند انشاءالله. و از تشکر از برادر من و استاد من و مربی من و معلم من استاد بزرگوار محمد انصاری و اینچنین از استادان بزرگوار و کارگران چه از تاجیکستان و چه از ایران و چه از افغانستان و چه علمای اهل سنت، استاد عبدالقدس دهقان و اینچنین استاد مجیب الرحمن انصاری. و خداحافظی میکنم انشاءالله شما در حق ما دعا بکنیم، ما در حق شما دعا خواهیم کرد. خدا حافظ. تشکر میکنم از این برادر عزیز تاجیک و سخنان زیبایی که فرمودن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی همه مسلمانان را بیدار بکنه. الحمدلله تعداد زیادی در همه کشورهای جهان بیدار شدند و با سرعت اسلام داره به قله های مجد و عظمتی که سالها دور بود از اون الحمدلله داره میرسه. و کمی صبر و کمی همت از جوانها نیاز هست که انشاءالله شما جوانان تاجیک، جوانان ایران، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی اهل رسیدن به این مجد و عظمت هستند که دوباره اسلام رو تجدید بکنند، دوباره توحید و یکتاپرستی رو در جوامع انسانی تجدید بکنند.